رای نزدیک به طالبا اخیرا مشخصا گلبدین حکمتیار در کابل و تاجیکستان هشدار داده که اگر تاجیکستان جنگ را در افغانستان آغاز کنه این جنگ به تاجیکستان کشیده خواهد شد و به تاجیکستان گوشزد کرده که نگذارید کشورتان به اوکراین و افغانستان دیگر مبدل شود. این اظهارات چی معنا دارد؟ چی پیام به تاجیکستان میرساند؟ گلبدین حکمتیار سال 1992 در تاجیکستان همچه یک روباه لنگ تیر خورده آمد. همین با سفارش پرزیدنت ما همون را ما صحت کردیم، دارو کردیم پای همین روباه لنگ. امروز با میخواهد که با ما تهدید کند، او برای ما صفر است، یا مرغ است، هیچی است، صفر است. ما تهدید گلبدین همچه تهدید یک روباه میدونیم، عموما برای ما یک خطر ندارد. دیگر اینکه من یک نیروی عادی‌ترینی فقط تاجیکستان را معرفی میکنم. ما یک جمعیت داریم با نام شکارچیان، 350,000 نفر شکارچی داریم. 350,000 زیاده از 200,000 همی یراقی کمانی سنایپری تا 5-10 کیلومتر میزدگی دارد و شکارچی است. آهو را میزند. همون شکم بی غوش گلبدین زده نمیتونه یا پیشانی پهن همون از تیرش نمیرسد. ما هیچ خطر نداریم. هم تهدیدهای هوایی به پابند طالبان بودن او عموما ترس نداریم. بله، اما